روز 11 نوامبر سال 2022 ارتش اوکراین وارد شهر خرسون شد. این شهر و نیروهای روسیه در اول ماه مارت اشغال کرده بودند، ولی اخیراً فرمانده ارتش روسیه قرار کرد که نیروهایش را به ساحل چپ دریای دنیپر انتقال دهند. این عقب نشینی عملاً به معنای زیر فشار حمله ارتش اوکراین تقریباً بدون جنگ سپردن خرسون بود. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که ساکنان خرسون با شادی نیروهای اوکراین را استقبال می گیرند. هنوز تا ورود سربازان اوکراینی مردم در خرسون پرچم‌های روسیه را کنده به جای آنها پرچم‌های اوکراین را برافراختند و شعارها به طرفداری روسیه را کندند. در یکی از ویدیوها دیده می شود که ساکنان حتی شعار مشهور تبلیغاتی روسیه از دست نفسگده یا روسیه اینجا تا ابد میماند را کنده ایستادند. در همین حال وزارت مدافع روسیه خبر داد که الکی بیش از 30,000 سرباز و تقریباً 5,000 تکنیک حربیش را به ساحل چپ دریای دنیپر انتقال داده است. قبلا فرمانده ارتش روسیه روز 9 نوامبر سال 2022 اعلام کرد که نیروهای خود را از شهر خرسون به ساحل چپ دریای دنیپر بیرون میکشند. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین سرگئی سوروفکین گفت در ساحل راست دنیپر نگاه داشتن نیروها دیگر معنی ندارد. عملا این به معنی است که نیروهای روسیه به فشار حمله ارتش اوکراین تاب نآورده بدون جنگ خرسون را به اوکراین پس می سپارند. این الکی سومین شکست بزرگ روسیه در اوکراین است. روسیه روز 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از حقوق منفعت‌های ساکنان روس‌زبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در ماه اول توانست قسمت زیادی از قلمرو اوکراین را در شرق و جنوب آن کشور اشغال کند، ولی بعدا پیشرفت نیروهای روسیه متوقف شد و ماه‌های اخیر برعکس همه شاهد عقب نشینی ارتش روسیه از بسیاری از شهر و ناحیه‌های اشغال کرده‌اش از جمله در اطراف کیف پایتخت اوکراین و ولایت خارکوف شدند. در 2 ماه اخیر ارتش اوکراین در عموم 48% خاک خود را از روس‌ها پس گرفتند. تا امروز از 98,000 کیلومتر مربع که روس‌ها اشغال کرده بودند به نیروهای اوکراین میسر شده است که 43 از 5,000 کیلومتر مربع را برگردانند.